هوا خیلی گرم است. می‌بینیم دوستان رازبری است. می‌بینید How much pay? $6.50. دوستان رازبری رو ما جمع کردیم دیگه. ما بین سبد است دیگه. میریم طرف موتا. دیگه اینجا آمدیم در فارمی رازبری میگه. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همه ایتان در هر کجا باشید لباسی عافیت بر تن داشته باشید. احمد ایدری هستم با یک ویدیوی جدید در خدمت شما. دوستان امروز هوا خیلی زیبا بود و یک روز آفتابی بود. خواستیم که بریم یک هواخوری کنیم و همچنان برای شما یک ویدیوی بسیار جالب و دیدنی تهیه کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوش شما بیاید. میریم در گوگل سرچ میکنیم به نام واکر استرابری فارم که یک فارمی استرابری است به نام واکرز. تقریبا از شهر سنجان 47 یا 50 دقیقه دور است. در منطقه ساسکس می باشه. بریم که در این فارم کدام میوه ها موجود است و شما همچنان ویدیو را لایک سابسکرایب کنید تا آخر ویدیو با ما باشید، ما را بیننده باشید. Let's go. خب دوستان، ما به خیر رسیدیم پیش فارم استرابری. قبلا که ما برای شما گفته بودم این فارم به نام واکر استرابری فارم میگه. من نمیفهم که داخل از این فارم کدام میوه ها فعلا برای چیدن موجود است. میریم داخل از این مارکت ببینیم که داخل از این مینی مارکت اینا کدام میوه ها را برای چیدن داره. از مسئولش سوال خواهیم کرد که قیمت از این میوه ها چند است. متاسفانه ما با مسئول صحبت کردیم، اونا گفت که فصل استرابری و بلوبری تمام شده، فقط رازبری مانده. ما فقط صرف 2 سبد گرفتیم به خاطر رازبری و پولش تقریبا 65 سنت شد. قبل از اینکه ما میوه را بگیریم اینا این سبدها رو بر ما میفروشه و وقتی که میوه را ما داخل سبد ماندیم اینجا میاریم به خاطر وزن و بعدا قیمتش معلوم میشه که چنده. برای ما راهنمایی کرد که شما داخل فارم که داخل شدین دست راست مستقیم که رفتین اونجا فارمی رازبری است و شما از اونجا میتونین میوه به خوش خود جمع کنید. ما میریم داخل موتر چون اونا پیاده روی خیلی سخت است، با موتر باید اونجا بریم. اونجا میریم داخل فارم دوستان ببینیم که میوه خوبش مانده یا نمانده. شما ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستان، موتر را پارک کردیم، سبدها را گرفته میریم داخل مزرعه رازبری. این قسمت که شما میبینید دوستان اینا همش مزرعه رازبری است. میریم سبد گرفته و داخل مزرعه میشیم ببینیم که رازبری خوبش مانده یا نمانده.
دوستان راسبری است میبینی؟ در باغ راسبری هستم. دو بسته ای که بر ما داده بود اینا رو ما پر کردیم. هوا خیلی گرم است دیگه. بر شما ویدیو تهیه کردم، امیدوارم که ویدیو خوش آمده باشه دیگه. دوستان راسبری رو ما جمع کردیم دیگه، ما بین سبد است دیگه. میریم طرف موتر، همون جایی که پولش میدیم که چند میشه او در او قسمت پیش است. هست سایکو Hi. Okay, sorry. دوستان ما سبدهای راسبری از داخل موتر میگیریم، میریم داخل مارکت که وزن کنه. بعد از اینکه وزن کرد قیمتش معلوم میشه. ما دو سبد گرفته بودیم، قیمتش $6.50 شد. پولش را پرداخت کردیم و خانومی که مسئول فارم بود واقعا خانم خوش اخلاق و مهربان بود. با ایشان درباره فصلهای میوه چیدن صحبت کردیم. اونا گفت که در کانادا عموما فصلهای میوه چینی خیلی کوتاه مدت می باشد، چون اینجا مثلا فصلها زود تغییر میکند دیگه. اگر در آینده میخواین شما از این فارم دیدن کنید، یک وبسایتی معرفی کرد که در اون وبسایت تقریبا فصلهای میوه چیدن ذکر شده دیگه. در آینده اگر میخواین که با امو فصل بیاین دیگه از او وبسایت حتما دیدن کنید. در این مارکت تانا مثلا راسبری یا استرابری نیست. اینجی یک دکان خیلی خوردم می باشد، مثلا چیزای نوشابه و مثلا گروسری و سبزیجات تازه هم به فروش میرسه دیگه. ما راسبری را گرفتیم آمدیم بیرون. در گوشه از این فارم حیوانات هم نگهداری میشه. بسیار یک جای خیلی زیبا و هوای خیلی تازه داره دیگه. ما هم ویدیو رو برای شما تهیه کردیم، امیدوارم که از این ویدیو خوش شما بیاد دوستان دیگه. ویدیو هم به پایان میرسه، ما میریم طرف خانه و شما هم ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید دوستان تا ویدیوی ما همیشه برای شما به اسرع وقت برسد.